سلام دوستان، در ادامه سفرناممون رسیدیم به شهر سقز که واقعا انسانهای خونگرم و مهمان نوازی داره. امروز میخواییم که با هم با مسجدی آشنا بشیم که بسیار برای ما روح معنویت بالایی داشت و خیلی جذاب بود. پس با هم با این مسجد آشنا میشیم. مسجد دو مناره سقز یکی از جالب توجه ترین مکانهای دیدنی استان کردستان هست. تاریخچه مسجد دو مناره سقز به زمان شیخ حسن مولان‌آباد از عرفای حکیم و ریاضیدان مشهور دوره افشاریه برمیگرده. میگن که نادرشاه افشار هنگام مسافرت به بغداد از منطقه سقز گذر میکنه و شیخ حسن مولان‌آباد هم از نادرشاه برای اهالی شهر سقز مسجدی رو درخواست میکنه و نادرشاه افشار هم فرمان احداث این مسجد رو در بافت قدیم شهر صادر میکنه. الان هم مسجد دو مناره در بافت قدیم شهر در خیابان امام خمینی و پشت حسینیه سقز قرار گرفته. با توجه به طرز شکل کاشیکاری ها و خصوصیات اون میتونیم به طور قطع مطمئن بشیم که بنا مربوط به دوره افشاریه هست و در دورانهای بعدی مرمت شده و تعمیرات جزئی در اون صورت گرفته. این مسجد نقشه‌ای تقریباً مربع شکل داره و در ساخت این مسجد از مصالحی مانند خشت خام، ملات گل، سنگ‌های لاشه، آجر و چوب استفاده شده. در دیوارهای مسجد از کاشیکاری‌های صابونکی با طرح سرو کار استاد علی اصفهانی برای تزیین استفاده شده. ایوان جلوی مسجد به عنوان مصلی تابستانی مورد استفاده بوده. بالای در ورودی کاشیکاری‌های زرد و آبی رنگی دیده میشه که در اون عبارت علی مدد نقش بسته و قابل توجه هست. دو گلدسته بسیار زیبا که در واقع وجه تسمیه مسجد هم هست در ضلع شرقی و غربی مسجد و دقیقاً در موازات محراب مسجد قرار گرفته که با نقوش زیبای هندسی تزیین شده. شبستان مسجد دقیقاً در ضلع شرقی قرار داره که فضایی مسحور کننده داره و ابعاد این شبستان حدود 10 در 12 متره و ارتفاع سقفش هم 2 متر و 80 سانتی متر هست و روی 4 ستون چوبی تقریباً مدور با سرستون‌های چوبی شکل تکیه داده شده که به نشانه 4 خلیفه اهل سنت هست. قطر این ستون‌ها هم حدود 35 سانتی متره. در ضلع جنوبی این شبستان محرابی هلالی شکل با بافتی قدیمی جلب توجه میکنه و حس عظمتی رو به ترکیب کلی معماری میبخشه. در ضلع شرقی شبستان هم 6 تاقچه با اندازه های متفاوت قرار داره که از اون برای نگهداری قرآن ها و وسایل دیگر مربوط به مسجد استفاده میشه. راز استحکام و پایداری این بنا از دوره افشاریه تا کنون بدون تردید همین ضخامت و ستبری دیوارهای اون هست. در ضلع غربی مسجد علاوه بر یه راه ارتباطی به شبستان اصلی 2 اتاق دیگه هم وجود داره که قبلا محل سکونت طلبه های دینی و محل درس خوندن اونها بوده، اما در حال حاضر این اتاقها به وضوخانه تبدیل شده. مسجد دو مناره سقز برای اهالی شهر اهمیت فرهنگی زیادی داره. این مسجد به عنوان شاهدی زنده بر تاریخ غنی و میراث فرهنگی سقز هست و واقعاً آدم غرق در زیبایی و معنویت این مکان مقدس میشه.
این بنای تاریخی هنوز هم میزبان نمازگزاران هست. دوستان خوبم، ممنونم که با ما همراه بودین. اگه شما هم از این جای زیبا دیدن کردین حتما لایکمون کنید و ما رو از نظراتتون باخبر کنید. خدا نگهدار.